تاجیکان در آینه تاریخ. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش‌ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. سبق‌های تاریخ و آزمایش‌های مکتب استقلالیت. روند بیگانه‌پرستی تا جای رسیده است که بعضن عالمان و ادیبان شناخته و با فرهنگ ما از سر منبرهای بلند علمی، جلسه و کنفرانس‌های بین‌المللی و گزارش و رساله‌های بخشیده به 1100 سالگی دولتداری سامانیان دستاوردهای فرهنگی و عنصرهای تمدن این دوره را که به واسطه یک دوره تلاش‌های خودشناسی و خودسازی‌های ملت تاجیک و دولت و دولتداری تاجیکان است، چون دستاورد مشترک ملت تاجیک و خلقیت‌های همزبان و همجوار ما قلمداد می‌کنند. این گونه رساله و تحقیقات چون فرضیه ناسالم علمی اگر از یک طرف جوانان امروزه و نسل‌های آینده را به اشتباه اندازد، از طرف دیگر آسیاب عقیده‌های غرضناک و یک طرفه بدخواهان و دشمنان ملت ما را به گردش می‌آورد. ما البته تاریخ بای، دستاوردهای بزرگ فرهنگی و تمدن قدیمی برادران همزبان و همجوار را احترام می‌کنیم و عزیز و معتبر می‌دانیم، ولی این معنای آن را ندارد که تمدن دیرینه، تاریخی دولت و دولتداری و دستاوردهای فرهنگی ملت خود را انکار نماییم. تاریخ و فرهنگ همجوار، تمدن مشترک و جغرافیای سیاسی قرن‌های گذشته نباید شرح و تفسیر یک طرفه یافته بر روند حیات امروزه، تشکل استقلالیت و دولتداری نوین تأثیر ناروا رساند. ولی متاسفانه بعد پاش خوردن اتحاد شوروی و پدید آمدن دولت‌های صاحب استقلال ملی در کشورهای نزد بالتیک، قفقاز و آسیای میانه بعضاً حقیقت تاریخی تفسیر ناسالم یافته کار تا تاریخ آرایی، تاریخ سازی و حتی تاریخ دزدی میرسد. هرگاه سخن از باب میراث تاریخی، دستاوردهای علمی و فرهنگی، اصل و نسب فرزندان برومند ملت تاجیک و حتی پیدایش و تشکل زبان تاجیکی می رود، غالباً انصاف و عدالت تاریخی رعایت نمی گردد. به قول محقق معروف تاجیک اکبر ترسونزاد، حقیقت شناسی تاریخی به یک بازار بین المللی تبدیل یافته است که نه فقط فروشنده و خرنده بلکه دلال هم دارد. ما که دلال بین الخلقی نداریم، مال تاریخیمان اکثر وقت به غارت می رود. مسئله نسبیت میراث تاریخی ما بخشی از مسئله های کلی تر علمی است. منظورم از روی حقیقت و عدالت ارزیابی کردن حصه تاریخی ایرانیان شرقی، تاجیکان و ایرانیان غربی، فارس ها یا به اصطلاح امروزه ایرانیان در تشکل و ترقی تمدن یگانه اسلامی است. در عرفه جشن 1100 سالگی دولت سامانیان این مسئله رنگ و روند خاص علمی پیدا می‌کند، زیرا سخن فقط از تعیین و تأیید حد تاریخی خلق‌های جداگانه خصوصاً تاجیکان به میراث مشترک مادی و معنوی مردم آریایی نژاد نمی‌رود. مسئله بعد کلی هم دارد. از این جهت یک واقعیت ناگوار و تأسف آور علمی است که اکثر مورخان ایرانی و تاریخ‌نگاران جهان ورارود و خراسان پیش از اسلامی را یک مضافات عقب مانده ایران بزرگ قلمداد کرده خروش تمدن آن را در عهد اسلام از نفوذ فرهنگی ایران غربی می‌دانند. کارندگان تخم اصلی تمدن در سرزمین ما و شما گویا ساکنان قدیم ایران حاضره بودند. در این ضمن باید نیز افزود که این عقیده باطل بافته و گفته ملتگرایان نوبرآمد نیست، چنان که برتالد اشاره کرده گذشته است. مقابل گذاری فرهنگی ایران غربی، ولایت فارس
ва Ирони Шарқӣ ва Роруд ва Хуросон дар шарқшиносии Аврупои қарни 19 ба расмияти методологӣ даромада буд. Сабаби нуфуз пайдо кардани ин ақида бошад, албатта норасоии маълумоти таърихӣ буд, на надидагирии илмӣ ё бадқасдии идеологӣ. мутаассифона бархе аз муҳаққиқони миллатгарои хориҷӣ ҳанӯз ба ин суннати аз даҳон мондаи илмӣ пайравӣ мекунанд. гузашта аз ин, равшанфикрони кишварҳои ҳамсояву ҳамзабон, алалхусус бародарони туркзабони мо, аз файзу баракати истиқлолият ва худшиносии миллӣ рӯҳбаланд гашта, ба таъриху тамаддуни гузаштаи халқашон бештар рӯй меоранд. ин иқдом дар асл боиси ифтихору сарфарозист, вале аз он метавон таассуф хӯрд, ки дар нигориши таърих баъзан зиёдаравӣ ва гузаштан аз ҳадди инсоф ба назар мерасад. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих идома дорад.